از خانه صدای طفلی نوزاد بلند می شود. اکه آدینه که کسب آهنگری را پیشه کرده بود سرگرم کار خود بود. مامادایه به بیرون می براید. آدینه بچه حیدم بته قربانای بچه تولد کرد. آدینه به طرفی دایه با تبسم نگاه کرد. روز مبارک باشه. همین برابری تولد شدنش یا نمون دادی زد کی میگوی همین بچه حافظ نشه. ای در نام جانم خدا جانه، ای خدا میخواستم که بچه تولد شما. یک نامش مانین کی در آینده شفاعتش کنن. نام زیبا پره، لیکن من میخوام همین بچم مثل سنگ باشه، سرسخت باشه، مثل سنگ قیمت بها باشه. دایه آواز بلند کرد که سنگم قیمت بها میشه. اوی خودم پول سنگ قیمت بهاه. خاله قطبیه که اپه قربانای بود به اکه آدینه نامی سنگلی را پیشنهاد کرد. نامش هم میمونیم سنگلی و خیلی سنگلی؟ ای من راضیم. من میرم بسری و گستانه که وعده داده بودم. میارمش. به اکه آدینه نامی پیشنهاد کرده خواهر عروسش پسند افتاد و به طفل نوزاد خانواده نامی سنگلی گذاشته شد. سنگلی از آوان خردسالی سرود میخوند. همیشه پهلوی پدر مینشست و به اسبابهای موسیقی میل و رغبت زیادی داشت. اکه آدینه فرزندش را در هوای سرود و موسیقی تربیه میکرد. چون پی کارش میرفت سنگلی به اسبابهای موسیقی پدر دست دراز میکرد. اگرچه والدین او را برای این کارش سرزنش میکردند، لیکن شوق و هوس او کم نمیشد. خیلی که بیام خودم یادم ندیم. خب خیلی من کار میرم. سنگلی نه تنها به سرود و موسیقی بلکه به خواندن فنهای دقیق نیز میل زیاد داشت. در صنف ششم او را برای اعلی خواندنش بلاگری عمومی اتفاقی ارتک راه خط دادند که برای پدر و مادر باعث سرفرازی و خوشحالی بود. سنگلی بعد ختم مکتب میانه به دانشکده صنعت داخل شد. بعد چند سال در قصر خانه مدنیت شهر نارک راهبری انسمبل صدای کوهسار شده کار کرده است. پدر و مادر میخواستند سنگلی را به دختری که خودشان انتخاب کردند خانه‌دار کنند، ولی سنگلی خوش کرده خود را پیشنهاد کرد. ای مردک جان، اینا آکو یک بار همون تینگ تینگت بمون. اینا گوشم بخیر. ما میخوام با تو مصلحت کنم. خب این بچه ما کلان شده او سرش باید جفت کنیم. همین که راضی شود چی بنی آخی؟ چی بنی؟ جفتش میکنیم سرشا. چی بنی؟ اینا خودش اومد. سنگلی جو اینجا بیا. خودش اومد. اینجا بشین. که بچه هم بشین بچه جان. بچه جون همین سین سالی بچه که به یک جایی رسید خاندارش میکنن، سرش جفت میکنن. او چی میشه که سر تا جفت کنیم زنت به تیم آخی بچه؟ شما شوخی نکسته؟ جای شوخی نه همین زنگیری جای شوخی. ایتا باشا گوش کلی. من خودم اشعریت انتخاب کنم. خیر اگر شما راضی باشه من همون را بگیرم. این همین طرفی آتش رفت که این بچه ما همین که خودت راضی باشی چی بنی؟ پدرش راضی شد و دعای
خیرش داد. این آمین خانه تان آباد زندگی تان شیرین. بوته جون من یک کاری ضرور دارم باید برم. برا بچم این آچش ای بچه جون بابام برم. ای در بروتای بچم صدقه بچم اون کلان شده. انتظاری میکشم انتظاری آیا عشقی سرکشم کی میایی انتظاری میکشم انتظاری آیا عشقی ترک آزادی نمودم. برای سنگلی گرفتن دختری زیبای شهری کار آسان نبود. عمری خود سازم فدایی نرگسی سویکر عشق تو کرد از مرا دیوانه و مجنون زار عشق تو کرد از مرا دیوانه و مجنون زار هست به دلم هوسی دیدن جمالک ترک آزادی نمودم از فراق رویکر عمر خود سازم فدایی نرگسی که سویکر مهر و محبت این دو دل داده عشق اولین و ابدیشان شد. سنگلی محفل‌آرای جشن‌های خرسندی مردمی دیارش شد. فرزند نخستینش نسیم جان تولد شد و قدومش مبارک آمد. همان سال سنگلی به فستیوال بین المللی فولکلوری آسیا و اروپا به شهر انتالیای ترکیه رفت. از سال 1990 تا امروز به کشورهای آلمان، هلند، بلژیم، فدراسیون روسیه، ازبکستان و دیگر کشورها سفرهای هنری کرده است. در برابر مهر زیاد داشتن به اهل خانواده‌اش، پدری سختگیر و آبادی خانه برایش در مد اول است. 10 می سال 1994 در تالار کاخ باربد آخرین کنسرت به طرز زنده اجرا کردهش بود. اینک بعد گذشت 25 سال باز با مخلصانش روبرو سرود میخواند. مخلصان عزیز، دوستداران صنعت اصیل، بیایید برایش تنی صحت و روزگاری آسوده را تمنا نماییم.